قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتاری 85. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. بنا به معلومات سرچشمه ها، نه فقط زمین بلکه بسیار مؤسسه های تجارتی هم به فیادالان تعلق داشت. پروسس یک جایگزینی مؤسسه های هنرمندی و تجارتی و حتی بناهای اقامتی خیلی با سرعت دوام می کرد. از این چنین برمی آید که کاسبان و دکانداران کم بضاعت نه فقط زمین را بلکه حتی کارگاه، دکان و منزل را هم به اجاره می گرفتند که این باعثی باز هم بیشتر به فیادال تابع شدن آنها می گردید. این تابعیت باز از آن سبب هم گرانتر می نمود که در شهر به یک دست جمع آمدن زمین و بیناها به هر رنگ صورت می گرفت. مثلا استحصال کننده بی واسطه می توانست دکانی وقفی را اجاره گیرد که در زمینی ملک واقع شده است یا برعکس. دیگر شکل‌های صاف فیادالی استثمار نیز هنوز موجودیت خود را نگاه می داشتند. محیط و هیئت کاسبان یک رنگ نبود. بجز کاسبان آزاد، گروهی هم وجود داشت که در درجه های گوناگون تابعیت غیر اقتصادی قرار گرفته بود. قسمی پیشورانی از کشورهای دیگر آورانیده تیمور عملاً در وضعیت غلامی عمر به سر می بردند. مدرک هایی که شکل های تابعیت بعضی گروه های اسلحه سازان را عیان می سازند باز هم مهمترند. بر طبق یک فرمان، گروه این قبیل کاسبان به اختیار سردار قورخانه داده شد و او می بایست به کار آن نظارت می کرد. مأموران دولت حق نداشتند به کار او مداخله کنند و از این کاسبان انداز بگیرند. شکل دیگری تابعیت به بعضی گروه های کاسبانی دخل می کرد که خدمت دربار را در ذمه داشتند. این کاسبان در کارگاه عمومی جمع آمده تحت راهبری خلیفه کار می کردند. خلیفه که از طرف حکومت تعیین می شد کار را تشکیل می کرد و به صفت آن نظارت می نمود. محصولات این کارگاه نه به بازار بلکه بی واسطه به اداره دولت می رفت. قید کردن مهم است که خلیفه های حتی همان کارگاه های آزاد را که برای بازار کار می کردند خودی کاسبان انتخاب نکرده بلکه حکومت تعیین می نمود. باز یک علامت اساسی این است که اهالی شهر به دولت بعضی از آن اندازهایی را که از اهالی دیهات ستانیده می شد از قبیل اندازی سرانه یا دودپوری می پرداختند. آنها حتی از کارهای اجباری هم آزاد نبودند. علاوه بر این البته اندازهای بیواسطه تجارت و کسب و هنر وجود داشتند. در عصر 15 چنین اندازی اساسی از مغول‌ها میراث مانده تمغه نامیده میشد.
از روی بعضی دلیل‌های غیر مستقیم حجم تمغه خیلی کلان بود. ولی در اینجا از همه دقت انگیز آن است که فیادلان مخالف این نوع انداز بودند. از جمله فیادلان دینی با بهانه اینکه تمغه انداز غیر شرعی است به مقابل آن با قطعیت مبارزه می بردند. اما در اصل این عکس العمل فیادلان سبب‌های اقتصادی داشت. این نوع انداز برخلاف منفعت صنفی آنها بود. به فیادلان فقط طرزهای صاف فیادلی استثمار شهر، کسب و هنر و تجارت که از آنها درآمد زیادی به دست می آوردند موافقت می کرد، اما دیگر شکل‌های استثماری که به آنها زیان می رسانید به هیچ وجه مناسب نمی افتاد. در شهرهای آسیای میانه خود اداره کنی حقیقی نبود. شهر را قایم مقامی که از طرف حکومت مرکزی و یا حاکم ولایت کلان تعیین کرده می شد اداره می کرد. شهرها همیشه وسیله انعام و پاداش‌های فیادلی به شمار می رفتند. به این طریقه مخالفت اساسی حیات اجتماعی و اقتصادی شهرها که علال خصوص در چاریک آخر عصر 15 و چاریک اول عصر 16 شدت پیدا نمود، از قرار زیل عبارت بود. از یک طرف ترقیات پروگرسیوی شهرها، افزایش حاصلناکی مهنت در رشته کسب و هنر، وسعت بی‌نظیر تولید کالا، وزن خاصی بلند استحصال مالهای مورد مصرف عموم، به مناسبت مالی و پولی کشیده شدن اکثر اهالی شهر و قسمان دهات، فعالتر گردیدن طبقه میانه شهر و در زمینه این همه حادثات مهم به ظهور آمدن پدیده‌های نوین در ساحه مدنیت. از طرف دیگر عامل‌هایی به ترقیات شهرها ممانعت کننده از قبیل استثمار خیلی سخت اهالی مهنتکش شهر و بالا رفتن شکل‌های فیادلی استثمار، به دست همان یک فیادل در آمدن مالکیت هم قشلاق و هم شهر، به اختیار همان یک فیادل اشرافی یا دینی مالک زمین‌های شهر و دیهات گذشتن بناهای تجارتی و پیشاوری، یعنی با اندک استثناء به هم آمیختن طبقه بالای تاجران و سودخوران شهر و اشراف زمیندار، شکل‌های فیادلی اداره شهر. همه این جهت‌ها تدقیق عمیقی کنکریتی و تاریخی را طلب می‌نمایند. مورخان به تحقیق شهرهای آسیای میانه و مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی آنها نظر به مناسبت‌های اگرری دقت خیلی کم مبذول می‌دارند. اثرهایی که به مسئله‌های جداگانه حیات شهر بخشیده شده باشند در فاصله سالهای زیاد و حتی 10 سالها به وجود می آیند. حالانکه این قبل از همه از نقطه نظری آموزش جهت‌های به خود خاص فیادالیسم آسیای میانه سبب و ماهیت خصوصیت زوال آن از مسئله‌های خیلی مهم حساب می‌یابد. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. مدنیت، بناکاری و معماری. از عصر 15 به زمان ما مقدار زیادی یادگاری‌های محتشم معماری باقی مانده است، ولی این فقط یک قسمتی کمی است از آنچه که در آن دوران تاریخ به وجود آمده بود. تیمور و تیموریان ساختمان بناها را بیش از پیش وسعت می‌دادند و فیادلان ثروتمند در این کار به آنها تقلید و پیروی می‌نمودند. خصوصاً در دو پایتخت دولت تیموری سمرقند و هرات بناکاری به اوج خود رسیده بود، اما بسیار شهرهای دیگر هم
در دوام عصر 15 با عمارت‌های زیبا و مجلل آراسته گردیدند. از قصرهای سیرشماری آن وقته آسیای میانه تنها یک قسم پیشتاقی آقسرای شهر سبز که با امر تیمور بنا یافته بود محفوظ مانده است. با وجود این از تعریف و توصیف پروجد همزمانان و تصویر مفصلی آنها درباره استعداد و مهارت معماران، آرایشگران و باغبانان گلدست تصورات کامل حاصل می گردد. تیمور، اولاد او و درباریانش با میل و هوسی تمام باغهای قصرداری بیرون شهری می ساختند. این باغها با رسته‌های سبز و گلگشت‌های خرم به قطعه‌های متناسب تقسیم گردیده در آنها گل و بوته‌ها و درختان سره با ذوق و سلیقه‌ای بلند شنانده می‌شدند. حوض و استخرهای پرآب و جویهای شیلدراسی با بوته‌گل‌ها پوشیده شده هوای باغ را سیرون و فارم می کردند و این منظره فرح بخش صحنه سیرگاه دلفریب را به نظر جلوگر می ساخت. در درونتری باغ کوشکی با شکوه بنا گردیده با تمام وسیله های زینتی زمان زیب و آرامی یافت. درباره آثار معماری گرجدنی هم اساساً به واسطه سرچشمه‌های خطی میتوان آگاه شد. آن وقتها ساختمان این نوع بناها به مقیاس وسیع انجام می‌یافت. مثلا در سمرقند چنان که ذکر گردید با فرمایش تیمور یکی از خیابانها به بازارجای عمران و آباد تبدیل داده شد. کلویخ حتی از دیدن ساختمانی ناتمام این بازار خیابانی طاق و رواقدار و پنجره کاری شده به وجد آمده آن را خیلی تعریف و توصیف نموده است. شاهرخ هم در هرات همین گونه یک بازاری ساخت. در دو طرف خیابانی چارسوکی این بازار واقع گردیده بود بناهای دو طبقه دکانها ساخته شده بالای خیابان را سراسر گنبدهای پنجره‌ناک پوشانیده بودند. در محل یکدیگر را بریده گذشتن دو خیابانی سرپوشیده بنای گنبدناکی چارسو ساخته شده بود که وی نیز دکانها داشت. مدرسه، مسجد و مقبره های تا زمانی ما رسیده آن دوره درباره کامیابی های مهندسی، لایحه کشی و بناسازی و آرایشگری معماران عصر 15 تصورات پره به وجود می آورند. اولها بعضی کارهای مربوط به تکمیل اصول کهنه ساختن بامهای گنبدناک ولی بعدتر تطبیق وسیع اصول نو از مهمترین موفقیت‌های بناکاران آن وقته به شمار می رفت. اصلی ماهیت اصول نو از این عبارت بود که اکنون گنبد نه بر دیوارهای بنا بلکه بر رواق و دیگر قسمهای بنا استوار کرده می شد که این به خیلی کم شدن قطر گنبد امکان می داد. این چنین معنی داشت که بناهای کلان و وسیع را هم گنبد پوش کردن ممکن بود. از روی این اصول نوی گنبد سازی در بناهای نه فقط مربع بلکه دراز رویه هم امکان گنبد نهادن فراهم می آمد. در آرایشات یادگاری های معماری آن دور میل های حشمت خواهی و تجمل پسندی تظاهرات روشنی خود را پیدا نمودند. وسیله های آرایشگری خیلی گوناگون و مکمل بودند. در این بابت نیز کامیابی های پیشین زمان و بازیافت های تازه به هم آمیخته مورد استفاده قرار می گرفتند. در عصر 15 خاتمکاری مجموعی خیلی گران و زحمت طلب که آن وقتها به درجه بی‌نظیر تکاملی خود رسیده بود به طور وسیع به کار برده می شد. تصویرهای نفیس نباتی و هندسی، انتخاب رنگهای اصیل، اکثراً
گمه رنگ‌های کبود و سفید و نیلابی، طرحی عجیبی لعابی نیلگون که در زمینی یلتراسی آن تخیلاتی بی انتهای مصور نقش‌های زیبایی می آفرد، از خصوصیت‌های برجسته خاتمکاری آن زمان به شمار می رود. برای آرایش دیوارهای درونی اصولی کندل که از آمیزش اندوده طلا با یگان خیل رنگ، بیشتر رنگی کبود عبارت است، استفاده می شد. تناسبی زرندود و رنگ گوناگون بود. بعضن زمینش را زرندود نموده بر آن شکل‌های برجسته رنگی می کشیدند و یا برعکس به زمینش رنگ مالیده در روی آن شکل‌های برجسته طلایی می ساختند. در هر حالت نقش و نگاری عجیب و جالبی به وجود می آمد و بی سبب نیست که متخصصان این نوع آرایش را به پرچه زردوزی مانند کردند. در آرایش بینا مرمری سفته یا با کتیبه و تصویری کندکاری و یا با نقش‌های نفیسی طلایی زینت داده شده به طوری وسیع استفاده برده می‌شد. در این اثر تمام اصول و وسیله‌های آرایش این عصر را تصویر و توصیف کردن از امکان بیرون است. فقط باید خاطر نشان نمود که اندیشه و خیالات آرایشگری بی تغییر نمی ماندند. برای آخری عصر 14 و ابتدای عصر 15 میلی با نقش و نگار تماما فرا گرفتن دیوارها خاص است. بعدها اصول چیدن خشت را بیشتر و به طوری وسیع استفاده نموده در زمینه آن از خشت‌های سیردار کتیبه و نقش‌های عادی می ساختگی می شوند. میل تجمل و حشمت پسندی را در بناکاری و معماری آن زمان بیش از همه مسجدی بیبی خانم که سالهای 1399 1404 در سمرقند ساخته شده است در خود مجسم می نماید. یک وقتها دروازه کلان طاقداری آن به حولی وسیع کشاده می شد که گرداگردی آن را قطاری دالان و ایوانها احاطه کرده، گنبزهای آنها بالای 400 ستون مرمری استوار بودند. در پیشگاه صحن حولی بنای اساسی مسجد، رواق و یک خانه بر هوای گنبزی واقع گردیده، بر بالای آن باز یک گنبزی پرنقش و نگاری بلند ساخته شده بود. حالا از این مسجد فقط یک خرابه باقی مانده باشد هم وی از شکوه و عظمت پیشینه آن به خوبی شهادت می دهد. مقبره های عصر 15 از نظرگاه معماری گوناگون نو و بسا دقت انگیزند. مقبره نچندان کلان ولی از جهت آرایش خیلی زیبای شاه زنده، شیرین بیگ اکه و تومن اکه، مقبره های روخاباد، قطب 14 نهایت گوری میر از مهمترین یادگاری های دوره تیموری به شمار می روند. در این میان گوری میر 1403-1404 که تیمور و اولاد او دفن شده اند خیلی جالب است. ساخت و طرح آن بسیار عادی است. تنه 8 گوشه، استوانه موزون و گنبدی چنداری با خشچه های نیلابی رنگ روکش شده اساسی این مقبره مشهور را تشکیل نموده است. آرایشات درونی تالار 4 گوشه‌ای تاقچناک آن با صلابت متنتنی خود کس را در حیرت می گذارد. سنگ مرمر، عقیق سبز رنگ و آب طلا با اندک خیره‌تابی عمومی رنگها فقط احساس آرامی، سکونت
و دوری از دنیای روشن را تقویت می نمایند. یکی از بهترین یادگاری های اولوغبیک مدرسه اوست که در ریگستان سمرقند واقع گردیده است. در 4 طرف حوری درون 4 رواقه قطار منزل های 2 آشیانه، در گوشه های آن 4 مناره موزون و در درآمدگاه اساسی پیشتاقی با حشمت ساخته شده بود. حالا 4 گنبز بالای درسخانه، 1 مناره و آشیانه دویوم منزل های این مدرسه وجود ندارند. اما با آنچه که اکنون این یادگاری کهن عرض اندام می کند، باز هم در پیش نظری بیننده یک اثری عالی هنری معماری را مجسم ساخته با طرح زیبا، شکل‌های متناسب و نقش و نگاری گوناگون و دلنشین ولی بسیار با صلابت خود تأثیرات فراموش ناشدنی به وجود می آورد. در عصر 15 باز یک نوع مقبره معمول می گردد که به طرز انشاءات مرکب و چند خانگی ساخته می شد. یکی از همین قبیل مقبره ها اشرتخانه نزدیکی سمرقند می باشد. تالار مرکزی رواقچه‌دار آن اندکی طرح صلیب مانندی دارد. از 2 طرف این تالار متناسباً بناهای دیگر، از یک طرف مسجد و از طرف دیگر میانسرای 3 خانگی واقع گردیدند. مجموع عمارت مقبره با خانچه های 2 آشیانه اداری به خود شکل تمام گرفته در این اثری معماری اصولی نوی قبه سازی نمونه برجسته تطبیق خود را پیدا نموده است. تکنیکی نوی نگاریش کندل هم در این بنا خیلی پره و ماهرانه استفاده شده است. با زیب و زینت نهایت درجه فراوانی اندرون، نقش و نگاری خیلی ساده قسمت بیرونی بنا مقابل واقع گردیده است. محض قسمت بیرونی بنا برای بهتر درک نمودن تمام این یادگاری معماری کمک می رساند. زیرا هنگامی از نظر گذرانیدن آن دقت کس نه به جزئیات بلکه به حل عمومی کمپوزیسیونی کشیده می شود و به این واسطه تا چه اندازه سبک و منظم بودن ساختمانی این عمارت محتشم عیان‌تر می گردد. بنای رصدخانه اولوغبیک که در دامنه بلندی چوپان عطای سمرقند ساخته شده است، از نادرترین یادگاری ها به شمار می رود. از این بنا فقط یک تیپچه و توده پرتاب های ساختمان باقی مانده است و بس. اما با کوشش باستانشناسان طرح طبقه پایین ته‌کرسی عمارت معلوم شد. مقرر گردید که بنا مدور بوده 30 متر بلندی داشته است و توسط چوب‌های کندکاری، سفال‌های سیرداری نقشین و سنگ‌های مرمر آرایش یافته است. غیر از این از سرچشمه‌های خطی معلوم می شود که رصدخانه 3 آشیانه داشته است. بقیه‌های آلات اساسی رصدخانه اسباب 2 گوشه زاویه سنج که برای مشاهده آفتاب، ماه و ضمناً دیگر سیاره ها کار فرموده می شد محفوظ مانده است. یک نوع اسباب زاویه سنج در چقوری 11 متر درون خندقی در شوخ کنده شده و نوع دیگری از بین رفته آن تخمیناً در بلندی 30 متر واقع گردیده بوده است. این اسباب به شکل 2 قوس موازی ساخته شده به ششیک دایره رادیوسیش بیش از 40 متر برابر می آمد. قوس‌ها سمت دقیقی به مریدین مطابق داشتند. آنها با تخته‌های مرمر صیقل یافته روکش گردیده بودند. نوری آفتاب از دور افزنه خود به درون راه یافته بر 2 قوس زاویه سنج که در روی آنها نشانه‌های درجه
دقیقه و ثانیه ثبت شده بودند نقش خود را می گذاشت. از بناکاری های هرات عصر 15 خصوصاً مجموعی عمارتی مسلا که از مسجد، مدرسه و مقبره عبارت است شایان توجه می باشد. حالا از این یادگاری معماری قسمتی خیلی کمی باقی مانده است. مناره های 3 جزئی بسیار موزون و مقبره خیلی جالبی گوهرشاد که یکی از گوشه های مدرسه را اشغال نموده قسمی ترکیبی آن به شمار می رفت از حشمت و عظمت آن گواهی می دهند. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. صنعت نقاشی و مینیاتور. چنانکه منبع‌های خطی شهادت می‌دهند عمارت‌های با شکوه علل خصوص قصرهای تیمور و تیموریان اکثراً با تصویرهای تمام روی دیوارها زینت می‌یافتند. سوژه آنها را منظره‌های جنگ و محاصره شهرها، بزم و ضیافت، رسوم پذیرایی و صحنه‌های مقرری زندگی تشکیل می‌نمودند. چنین وسیله آرایش را مخصوصاً تیمور تشویق می‌کرد. در روی دیوار قصرهای سرسلسله تیموری تمام قصه های بزم و رزم او تصویر خود را پیدا کرده بودند. از روی گواهی معاصران صورتهای خود تیمور، فرزندان و نبیرگان و درباریان او، حتی ملیکه های خاندان تیموری جزءهای حتمی آن سوژت های مرکبی تصویرات روی دیواری عمارت های آن زمانه حساب می یافتند. قطعه های باقی مانده چند از مقبره های شاه زنده سمرقند درباره آن صنعت با شکوه تصوری عمومی و تقریبی به وجود می آورند. در این قطعه ها فقط جویها، درختان، بوته‌ها، گلها و در زمینه نباتات تواصیل‌های پرنده تصویر یافتند. عصر 15 به عالمی تمدن نسخه‌های خطی عالی که از کاغذ و جلد تا کتابت و تصویرات همه نمونه صنعتکاری بی‌نظیر است هدیه نمود. در بسیار شهرهای دولتی بزرگ تیموری خطاطها و نقاشان زبردست زندگی کرده اثرهای خیلی زیبا و محتشم می آفریدند. اما مرکزی اساسی رواج و رونق این هنرها به هر حال هرات به شمار می رفت. در بابت جمع نمودن آدمان هنرور و شهرتمند هیچ یک شهر نمی توانست با هرات برابر شود. در نیمه اول عصر 15 در اینجا برادری اولوغبیک بایسونقر همچون دانشمند، قدرشناس و حامی مدنیت نام برآورده، چنان که در بالا گفته شد کتابخانه تشکیل کرد که وی نه فقط مخزن کتاب‌های نادر بود بلکه وظیفه کارگاهی اهل هنر را هم ادا می‌نمود. در اینجا بهترین مینیاتورسازها، خطاطها و صحافها کار می‌کردند. یک خود خطاطها 40 نفر بودند. غیر از این در هرات کتابخانه کارگاهی درباری شاهروخ نیز موجود بود که نمونه‌های خیلی خوبی آثار خطاطی و مینیاتوری به وجود می آورد. شما گفتاری 85 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکون شنیدید. عبدالرشید خوجمخلوف خان، کارگردان شیرعلی نغزلی.